که در اروپا، ایران، افغانستان، خاورمیانه و آسیای مرکزی اونجا روز است، برای شما قبل از ظهر است. یک جنرال فرانسوی بازنشسته است، گفته است که ترامپ ناخدای یک تایتانیک است، تایتانیک در حال غرق، اما بلیت میفروشه برای مجلس رقص. بسیار یک گپ جالب زده. من در اول یادآوری کردم خدمت شما. یادم جنرال میشل یاکوفلیف نام داره، جنرال بازنشسته فرانسه است. چرا گپ زده؟ به دلیل از که هر کسی را که حالی مراجعه میکنه میگه بیاین ما شما یک جای شویم که بریم انسداد تنگی هرمز رو باز بکنیم، کل شما در خطر هستین. از هر کشوری که میخواد که بیاین امروز در عملیات شرکت بکنن، عملیات هم نیست، او کشور هاشا میکنه. آلمان، فرانسه، خاصتا فرانسه، هیچ کشوری حاضر نیست. حال جنرال فرانسوی گفته که درباره دلیل عدم پیوستن فرانسه به ائتلاف هرمز این است که فعلا زمان مناسبی نیست. فعلا زمان مناسب برای خرید یک بلیت تبلیغاتی برای تایتانیک نیست. در غرق، در حال غرق شدن است. یعنی این همین جنگ باخته شده ترامپ میگه به نظر میرسه که فرمانده تایتانیک میخواد که بعد از برخورد کشتی با کوه یخ بلیطا را ارزان بکنه، بلیطای ارزان برای جشن رقص خود بفروشه. این خودش در حال غرق. بسیار یک ترکیب جالبی گفته بود. خب میریم به سخنان. خب قبل از اینکه به سخنان فوکویاما برم، فوکویاما رو میگم. میگه عمو فوکویامایی که بعد از سقوط اتحاد شوروی یک دم فتوا داده بود، فتوای پایان تاریخ اون آدم. حالا میگه که امریکا زیر کنترل یک کودک است، اسرائیلیانه. این کودک از آتش بازی لذت میبره. یعنی یک غول بازیچه دست یک کودک است. بله، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اینا که سامانهای موشکی ما رو میگن میپالن، این زدیم او زدیم، هیچ چیزی از دست اینها نیامده. چرا؟ به خاطر از اینکه میگه سامانهای موشکی ایران غیر قابل تخریب است. این دیگه جالب ترین حرفی بود که ما در برنامه میخواستم برای شما بگم. خب چرا غیر قابل تخریب است؟ جزئیاتش خودش گفته. و نتانیاهو در هفتمین جلسه کابینه حاضر نشد، غیر حاضر است. فوکویاما گفته که امریکا مثل که تحت کنترل پسر بچه 10 ساله است که در حیات پشتی خانهش، پشت اولی، شعله افغان پیدا کرده، آتش بازی از آتش افروزی لذت میبره. باید کسی جلوش بگیره، اگر در میتهم خانه را. حالا کی جلوش بگیره؟ جلوش خود آتش افروزی یعنی خاورمیانه خو در حال گرفتن هستن. آتش افروزی و کودک در داخل امریکا چه خواهد بود؟ باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که فکر میکنن، یعنی امریکا و اسرائیل، که با بم افغانا میتونن تاسیسات ما را منهدم بکنند، اما نمیفهمند که طراحی ما کلا تغییر کرده است. از چی وقت؟ میگه پهپادهای طرف مقابل هر قدر مدرن باشه ما او را منهدم میکنیم. در این بحث پهپاد البته راست میگن. و این که میگه چرا تمام تاسیسات ما را، هیچ تاسیسات موشکی ایران اینا منهدم کردن نمیتونن. دلیلش چیست که میگه ما او را تغییر دادیم. چی وقت؟ بعد از جنگ 12 روزه ماه جون سال پار. طراحی و سیستم پرتاب و لانچرها را ما چنان تغییر دادیم که دشمن اصلا نمیتونه رو بزنه. بیش از این چیز نگفته. براستی در این جنگایی که شده این 18 روز میشه و سیستم موشکی و به اصطلاح موشکی تهاجمی ایران هیچ صدمه وارد نشده. نتانیاهو این به هفتمین جلسه متوالی کابینه جنگ نامد. این اول خودش می آمد، دیگر آزار نه بنگویر است، میگن که هم کشته شده، نه خودش است. خلاصه هم دیگه افراد میگه در گزارش آمده که حاضر بوده، اما نتانیاهو در 17 روز گذشته هیچ کنفرانس مطبوعاتی برگزار نکرده. او چیزایی را که شما میبینید، عکس تصویرایی که میندازین کلش دروغ است. ترامپ هر روز ساعتها مقابل دوربینای زنده حضور داره. او کجاست؟ رئیس جمهور ایران در خیابانا دیده میشه، وزیر خارجه، دبیر شورای امنیت ملی، دمو خاکباد. این آدم کجاست؟ سپاه پاسداران اعلان کرد که آشیانه جنگنده های F-35 F-22 F چند F خاندان F با موشک‌های کروز نیروی دریایی منهدم کرده است. در کجا؟
در پایگاه هوایی شیخ عیسی در کویت و در پایگاه الزفره در امارات. انفجارهای بسیار شدیدی آمد، حتی چیزایش آمد، ویدیوهایش. و اونجا خب البته عملیات ترکیبی بوده، به وسیله کروز هم بوده، به وسیله موشک و پهپادهای انتحاری کار کردن. آشیانه همین انگرایی که مثلا پوشش میده تیارات که صدمه نبینه جنگ، خود می آشیانه هایش زده و انفجار بسیار شدید بوده. نیروی دریایی سپاه گفت عملیات تا تخلیه و نابودی کامل پایگاه های امریکایی ادامه پیدا میکنه. مردم گفتن شما از پایگاه که نزدیک هستین دور شوید. پایگاه هوایی الزفره این بسیار یک نقطه اساسی بود، مبدأ تهاجم امریکا به ایران بود و جزایر ایرانی در روزهای گذشته، این مثلا در چی خارک و این جایا. بعد از این تهاجم درصد عملیاتی پایگاه به خود کاهش یافته. مشاهدات میدانی نشان داده که ستونهای دود از محل اصابت بالا میشه، اما مثلا سلاح تعمیرات و دیگه لوجستیک پایگاه شیخ عیسی و اینا همه دود. مسئول امنیتی حزب الله عراق بالاخره به اثر بمباران نیروهای اسرائیلی و آمریکایی کشته شده است. البته آدم بسیار مهمی بود. ابو حسین الحمیدوی بیانیه صادر کرده که البته دبیر کل گردانهای حزب الله عراق است. بازو خبر شهادت ابو علی العسکری را داده که آدم بسیار مهم و یک رکن امنیتی حزب الله عراق بوده. بعد از عملیات سنگین 8 شعبی در منطقه غربی الانبار القاعین، جنگندگان امریکا عملیات به 8 شعبی انجام دادن و این 5 نفر کشتن، از اون جمله شخص ابو علی العسکری. این به ما میگه که جنگ در محور عراق شدیدتر میشه. در منطقه القائم در غرب الانبار حمله هوایی امریکا به یک نقطه کنترل 8 شعبی انجام شد. اونجا میخوان امریکایی‌ها که زیرساخت‌های در غرب انوار در اونجا برای گروه‌های مسلح ملیشه‌ای تخریب بکنن، باز اونها وارد شوند. خب بالاخره اعلام شد که مخازن سوخت هواپیما در فرودگاه بین المللی دبی منهدم شد. دیگه به اصطلاح سوخت هواپیما نیست، ذخیره‌اش زد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی در آخرین حمله موشکی بالستیک ایران، هدف اطلاعاتی دقیق در نزدیکی تل‌آویو هم مورد اصابت قرار گرفت. سانسور شدیدی که در مورد خسارات تلف قصد میمونه. منتها مردم مالی گفتن که صف آمبولانس‌ها طولانی است، میرن به منطقه مصدوم. تایمز اسرائیل گزارش کرد که رئیس اداره اطلاعات ارتش اسرائیل گفته که دستگاه نظامی جمهوری اسلامی ایران در یک پی یک جنگ جاری یک وضعیت آشفتگی قرار داره. خب خود نمیگه، از ایران گزارش داده. چی آشفتگی است؟ بر اساس گزارش کانال 12، سرلشکر شلوم بندر در یک نشست امنیتی غیر علنی گفته که ایرانی ها حالا به تدریج متوجه عمق آسیب های شدن که به توانمندی هایشان وارد شده است. عمق آسیب به ماشین جنگی می باشه. نشان بدین بخش از ماشین جنگی ایران این چه رقم است که یک موج تهاجم صبح میاد سر شما، یک موج تهاجم شب میاد. خب یادم گفته که در روزهای اخیر اینا ایرانی‌ها فهمیدن که چه بر سرشان آمده، خود تسلی دادن در جلسه غیر علنی. میگه بندر بازران گفته که نیروهای ایران به دلیل حضور هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی در انجام عملیات مردد هستند. چطور؟ کدام مردد؟ این لحظه که من این برنامه را ضبط میکنم، یعنی مرتب گزارش میاد که به طرف اسرائیل بالستیکا روان است. جالب نیست؟ خب دیگه به حساب تبلیغاتی است و موضوع منعکس شده در تایمز اسرائیل. بندر درباره نرخ شلیک موشک‌های ایران گفته که چیزی که شلیک میکنن همون چیزی است که قادر به شلیکش هستن. خب قادر یعنی کسی که قادر به شلیک خرمشهر 4 است و شلیک سجیل است، به اصطلاح قدر است، ذوالفقار است یا قائم خونه اصلا رونمایی نشده، یعنی او دیگه چی است؟ دیگه چیزا همه چیزش از بین رفته. جالب است. خب کوین هست مدیر شورای اقتصادی کاخ سفید هم گفته که وزارت جنگ ایتو برآورد کرده که عملیات نظامی علیه ایران ممکن است بین 4 تا 6 هفته طول بکشه. یادتان باشه
4 تا شما که میتونید 4 سال بکشه اگر توانشان بیاید. اما هم قدر توانشان دیدن گمان نمیکنم تا 6 هفته طول بکشه. تا آخر این ماه قیمت های سوخت در کل جهان، قیمت نفت منفجر میشه. اما خب کوین هست گفته که چند ماه نمیشه اقدامات ایران به اقتصاد آمریکا آسیب نمیزنه و گفته که واشنگتن تا حال 12 میلیارد دلار در این جنگ خرج کرده. چرا به دست آورده؟ این کوین هست نگفته. خب یک مرجع دیگه، هیئت پخش اسرائیل هم گزارش داده که امریکا در حال آمادگی برای اجرای عملیات زمینی در ایران است. چه دروغ بزرگی! به اندازه خود امریکایی دروغ کلان است. عملیات زمینی. ایرانی ایر از خدا میخواه و به دربار آسمان دعا میکنه که تو بیایید از زمین. اون که 2000 تفنگدار نیروی دریایی یو از دریا نخواد گذشت، و هم 2000. اینی رقم بین خود اخبار اطلاعات رو مبادله میکنن و ما میبینیم دل خود خوش میکنن. میگه در این حال خبرات است که آماده سازی نیروهای ذخیره اسرائیل است. همون ذخیره که سر حماس میبرد پس میامد لط و پار شده، پس به مرخصی میرفتن. اونمون نیروی ذخیره است. 100 تا آماده باش است، بعد 450,000 نیروی ذخیره. خب چیکار میکنه؟ بازم میگم که ایرانی ها با دربار خدا به اصطلاح دادخواهی میکنن، التماس میکنن که اینمی نیروی ذخیره اسرائیل بیاید. بس کجا میاد؟ اما من یک چیز برای شما بگم که یک روز سر خود اسرائیل نیروی ذخیره میره، نیروی پیاده، یا از یمن یا از ایران یا از حزب الله یا از ارتش. یا خب باشه پیشتان. حال کانال 13 اسرائیل میگه جنگ با ایران چند هفته طول بکشه. نه، شما باشین، هر قدر طول کشید باز خبر میشین. خب چرا 3 هفته؟ این چی سخنگوی ارتش اسرائیل در گفتگو با CNN گفته اگر بعد از 3 هفته حملات ایران سر شما ادامه یافت چی؟ که ادامه پیدا میکنه. این که 3 هفته بسیار به یک اطمینان میگه، به این معنی است که اینا تمام شرط و شروط و مطالبات ایران میپذیرن، شکست جنگ هم اعلام میشه. من نظر ما خیلی یک چیز است. دفرین همین سخنگوی ارتش اسرائیل از باز گفته که او تا حالا ما 400 موج حمله هوایی کردیم سر ایران، چطور زیر ساختهای نظامی. پس چرا هیچ خواب ندارین شما؟ از زیر زمین هیچ سر بلند نمیکنیم. مراکز تولید تسلیحات ایران در سر زمین نیست. یعنی مثل که در غزه میگفتن که کل حماس از بین بردیم، تمام شد میگفتن. آخرش حماس به عنوان یک ماشین جنگی بسیار به اصطلاح بیرحم و کار کشته و به اصطلاح سرسخت این در میدان هستند. هیچی. خب رسانه‌های اسرائیل از دیگه خدا چی میکنن. این جنگ بر اسرائیل چنان مصیبت آورد که اسرائیل دیگه با امو 18 روز پیش خود هرگز بر نخواهد گشت تا بعد.